سلام عصر بخیر. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید با پیشنهاد این شورا افراد و مسئولان خاطی مرتبط با بازداشتگاه کهریزک از سمت خود برکنار و تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. بازداشتگاه کهریزک امروز بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت. مصطفی محقق داماد، حقوقدان و استاد دانشگاه، در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه بازداشتگاه کهریزک را در ردیف زندان گوانتانامو و زندان ابوغریب قرار داد و از طرف دیگر آیت الله منتظری با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن رفتارهای صورت گرفته با زندانیان محاکمه متهمان را همردیف دادگاه‌هایی دانست که در زمان استالین برگزار می‌شد. حمید درخشان، قائم مقام دادگستری تهران، هم مستنداتی ارائه کرده که بر اساس آنها 2 سال پیش قوه قضاییه این بازداشتگاه را غیر استاندارد شناخته بود. در برنامه امشب وضعیت بازداشتیان وقایع اخیر و انتقادهای مطرح شده نسبت به روند محاکمه ها را بیشتر بررسی خواهیم کرد. پیش از آن گزارشی از سعید توفیقی. ناآرامی‌های پس از انتخابات از اینجا شروع شد، از خیابان‌ها. معترضانی که به خیابان‌ها آمدند و در تظاهرات آرام و غیر آرام شرکت کردند. نیروهای انتظامی و امنیتی که سعی در فرونشاندن سریع تجمعات داشتند، تعدادی از این افراد را به بازداشتگاه‌ها منتقل کردند. اما در بین این بازداشتگاه‌ها بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران بیشتر از بقیه خبرساز شد. این بازداشتگاه پیش از ناآرامی‌های انتخاباتی تنها محل نگهداری اراذل و اوباش بود. اما پس از حوادث مربوط به انتخابات به یکی از مکانهای نگهداری بازداشت شدگان تبدیل شد. بعضی مقامهای قضایی میگویند حدود 2 سال است که خواهان تعطیلی بازداشتگاه کهریزک بودند. این که الان هم سازمان زندانها، هم قوه قضاییه و هم نیروی انتظامی به نوعی میخوان از زیر بار مسئولیت زندان کهریزک خودشون رو بری کنن، جای تعجبه. به هر حال این زندانی بوده، حتما بودجه‌ای داشته، مأمورینی داشته، مسئولینی داشته، افرادی رو در اونجا بازداشت می‌کردن، نامه‌نگاری‌هایی داشته. خب باید دیدیم نامه‌نگاری‌ها زیر نظر کی بوده. اولین پیام با گسترش انتقادها به استفاده از بازداشتگاه کهریزک پس از انتخابات، آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران دستور تعطیلی آن را به دلیل غیر استاندارد بودن صادر کرد. سران اصلاح طلب میگویند زندانیان کهریزک شکنجه شده‌اند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران و حامی اصلی میرحسین موسوی در انتخابات اخیر در این کشور، گفته کافی نیست که گفته شود یک بازداشتگاه غیر استاندارد تعطیل شده. او پرسیده غیر استاندارد یعنی چه؟ در مورد این بازداشتگاه اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما دستور رهبر ایران مؤید این مطلب است که این محل فاقد امکانات معمول برای نگهداری زندانیان است. در روزهای اخیر گزارش‌هایی مبنی بر حضور احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی در بازداشتگاه کهریزک و نقش وی در این بازداشتگاه منتشر شده بود. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، این گزارش‌ها را رد کرده و گفته تمامی بازداشت شدگان در کهریزک به زندان اوین منتقل شدند. با گذشت بیش از 50 روز هنوز پیگیری خانواده‌های افراد بازداشت شده در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات برای به دست آوردن خبری از بستگان خود ادامه دارد. امروز بعضی منابع خبری از استعفای کاظم جلالی، عضو کمیته ویژه مجلس در امور بازداشت شدگان پس از انتخابات، از این کمیته خبر دادند. استعفایی که به گفته خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران مورد موافقت رئیس مجلس قرار نگرفته. این کمیته چند روز پیش با تعدادی از زندانیان در زندان اوین دیدار کرده بود و شرایط زندان را از قول آنها مناسب توصیف کرد. سعید توفیقی، BBC. همونطوری که پیشتر اشاره شد امشب درباره وضعیت بازداشتیان و همینطور انتقادهایی که امروز از طرف شخصیت‌های مختلف مطرح شده بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما فعلا گفتگویی داریم با یکی از بازداشتیان وقایع بعد از انتخابات که چند هفته پیش از زندان آزاد شده. این شخص البته به دلایل روشن، به دلیل نگرانی از واکنش مقام‌های ایران مایل به آشکار شدن هویتش نیست. اجازه بدید سوال اول رو اینطور مطرح بکنم که شما کی تحت بازداشت قرار گرفتید و کجا؟ من کجاشو نمیدونم چون چشامو بسته بودن، ولی 3 روز من نگه داشتن، 3 جای مختلف منو بردن و این اتفاق تقریبا 4-5 هفته پیش بودش.
و نحوه بازداشت شما به چه شکلی بود؟ یعنی چطور بازداشت شدید؟ من 2 نفر شخصی با موتور منو نزدیک میدون انقلاب بلند کردند و همون موقع چشامو بستن و بردن منو جایی که نمیدونم کجا بود، ندیدم. و اولین بازجوییم در 4-5 ساعت بعدش اتفاق افتاد. بعد همونطور گفتم 2 جای دیگه منو بردن، همون شب یه جای دیگه، شب بعدش هم جای دیگری، و بازجویی مختلفی از من کردن. شما در حال راهپیمایی بودید که این اتفاق افتاد یا به چه نحوی بود؟ آن روز نه، ولی نزدیک به محله راهپیمایی بودم. و اتفاقی که بعد از بازداشت افتاد، رفتاری که با شما داشتن به چه نحوی بود؟ 3 روز شکنجه فیزیکی، کتک و با وسیله مختلف که من اعتراف کنم به چیزایی که کارهایی که انجام نداده بودم. شکنجه فیزیکی مقصود دقیقاً چه هست؟ یعنی چه نوع رفتاری بود که شما اون رو شکنجه فیزیکی توصیف میکنید؟ کتک با مشت، لگد، آهن، باتون، شلاق و همین. و خواسته مشخصی که از شما داشتن چه بود؟ بیشتر اعتراف که من یکی از برنامه‌ریزای این راهپیماییام، یا اینکه اسم کسایی که این تظاهرات و راهپیمایی راه انداختن بهشون بگم، و بعدش هم اعتراف این بود که من از خارج اومدم که این جنبش را بندازم. و پاسخ شما چه بود به این سوال ها؟ اولین روز این بود که من همچین کاری نکردم. دومی و سومین روز سکوت کامل. همراه با شما یه افراد دیگری هم بودن در بازداشتگاهی که شما حضور داشتید؟ شب اول انفرادی بودم، دوم و سوم گمان میکنم ولی ندیدم، ولی حس میکردم که تقریبا 15 یا 20 نفر دیگه اونجا بودن. صحبتی بین شما با باقی بازداشتی ها احیانا رخ نداد؟ نه اصلا، برای اینکه همیشه حضور نگهبانا یا بسیج شخصی نمیدونم کی بودن اونجا بودن و گفتن که هیچ حقی نداریم با کسی حرف بزنیم. یعنی شما در طول 3 روزی که اونجا بودید کلا با چشم بسته بودید، چون اشاره میکنید به اینکه احیانا افراد بودن ولی شما متوجه حضورشون نبودید؟ من چشام بسته بود، دستام بسته بود و همه 3 روز هیچی ندیدم و روزانو سر به دیوار، به غیر از موقعی تکون خوردیم اینه که ما رو بردن اتاقایی که بازجویی کردن، یا اینکه بردن ما رو بیرون توی یک فضای باز که بدویم و اونا با باتون ما رو بزنن. و آیا خانواده شما اطلاع داشتن از اینکه شما کجا هستید؟ نه مطلقاً هیچ. شما هم تماسی نداشتید با اونها؟ تماسی نداشتم، ولی من با 2 تا از رفیقان بودم موقعی که منو گرفتن و اونا رو دستگیر نکردن و اونا به مادر پدرم گفتن که من کجام. و چطور شد که آزاد شدید بعد از 3 روز؟ نمیدونم، من سوار اتوبوس کردن، نصف شب گفتن داریم میریم اوین، ولی بعد از مدتی هر 5 دقیقه 10 دقیقه اتوبوس وا میستاد و مردم پیاده میکردن. منم یکی از اونها بودم که بعد از 10-15 دقیقه اطراف تهران منو پیاده کردن. نصف شب یعنی چه ساعتی؟ 1 صبح. 1 صبح. و شما بعدش چیکار کردید؟ من بعدش تکون نمیستم بخورم چون پا برهنه و کتک خورده کاری نمیستم بکنم و توی سر جاده داشتم سعی میکردم بلند شم و یک تاکسی رسید و سوار تاکسی شدم و رفتم خونه. در چه وضعیتی بودید؟ بعد حالا اشاره کردید به اینکه نمیتونستید کتک خورده بودید، ولی اصولا در چه شرایطی؟ دماغم شکسته بود، دندم شکسته بود، چشام چک کرده بود به خاطر فشاری که دماغم رو چشام داشت می آورد و زانوام باد کرده بود و کف پاهم خونی شده بود به خاطر شلاق. و احیانا تحت مراقبت پزشکی قرار گرفتید؟ نرفتیم بیمارستان چون به ما گفتن که بیمارستان نمیشه رفت چون کسای آدمای شخصی اونجا هستن که اجازه نمیدن دکترها بهتون برسن.